سنوریهم، الله میگه ما نشان میدیم برشان آیاتنا، دلائل قدرت خدا، فی الآفاق، در افقها و کهکشانها. و فی انفسهم، و در اناتومی و فیزیولوژی وجود از اینا. حتی یتبین لهم انه الحق، تا که برشان معلوم شود که این قرآن حق است، ما برشان نشان میدیم. بفرمایین اعضای وجودتان مطالعه بکنین، از این خاطر دکترهای طب مسلمان میشن، ساینسدانا مسلمان میشن، کیهان نوردا مسلمان میشن، فیزیکدانا مسلمان میشن. افلا تعقلون، کلمه تدبر، کلمه تعقل، کلمه تذکر، کلمه تفکر، 4 کلمه در چندین آیت قرآن آمده که انسان به کی دعوت میکنه؟ که شما از عقلتان، از فکرتان تدبر کنین، تعقل کنین، از استفاده کنین.